شما این جمله رو خیلی زیاد شنیدین که خنده بر هر درد بی درمان دواست. اما این جمله میتونه کاملا اشتباه باشه و برعکسش صادق باشه. گریه بر هر درد بی درمان دواست. وقتی که یه دردی بر ما وارد میشه مسلما احساسات دردناکی هم در ما ایجاد میکنه و اگه ما بخوایم بخندیم یعنی داریم احساس دردناک رو داریم نادیده میگیریم و ازش اجتناب میکنیم. وقتی یه احساسی در ما به وجود میاد، مخصوصا اگر یه احساس دردناکی باشه، وقتی که ما باهاش مواجه بشیم و تجربهش کنیم مسلما این احساس پردازش میشه و اثرات بهتری بر جسم ما و بر روان ما میگذاره. پس نتیجه میگیریم که گریه بر هر درد بی درمان میتونه دوا باشه و شما اگر که غمی دارید، اگر مشکلی دارید که در شما غم تولید میکنه، احساسات دردناکی ایجاد میکنه، بعد از دیدن این کلیپ یه دل سیر گریه کنید و خواهید دید که چه اثرات خوبی رو بر شما خواهد گذاشت.